ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 58. کتاب یکم با شعاری به سوی پایندگی سال 2018 مجدداً انتشار گردیده. نشر 11 در پیشگفتار هدف، مقصد و ماهیت آن بازگو شده است. بنا به نگاشته مؤلف با فرارسیدن استقلالیت و زبان دولتی اعلان شدن زبان تاجیکی، مسئله زبان اهمیت خاصه پیدا کرد و به حد مبرم گردید که آن را میتوان یکی از پدیده های مهم شعور ملی و افکار جمعیتی این سالها نامید. ابو منصور قطرانی شادی آبادی تبریزی تخمیناً 1013 1083 شاعری معاصری ناصری خسروی قبادیانی است که در محل شادی آباد تبریز پا به عالم هستی نهاد. ناصری خسرو با او ملاقات کرده است و در سفرنامه خود از شعر نیک گفتن و بر ذم این فارسی نیکو ندانستن او یاد می کند. در تبریز قطران نام شاعر را دیدم، شعر نیک می گفت اما زبان فارسی نیکو نمی دانست. پیش من آمد، دیوانی منجق و دیوانی دقیقی بیاورد و پیش من بخواند و هر معنی که او را مشکل بود از من پرسید. با او بگفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من خواند. این مطلب که ناصری خسرو درباره زبان فارسی را نیکو ندانستن قطران میگوید جای بحث ندارد، زیرا چنان که گفتیم زبان مردمی تبریز لهجه قدیم آذری بود، ولی مهد رویش و باریش زبان و ادب دری قسمتی شرق ایران زمین یعنی خراسان و ماوراء النهر بوده. در آن ایام زبان تاجیکی تدریجاً از شرق به مرکز و غرب ایران گسترش پیدا می کرد. زبان افاده شعر قطران چنان که گفتیم به بیان شاعران عهد سامانی قرابت دارد که این واقعیت از شعر توصیفی زیرین او به نظر می رسد. سرشکی ابر آذاری زمین را کرد پرگوهر، نسیمی باد نیسانی هوا را کرد پر عنبر. ز گلبن گل همی خندد، ز گل آذین همی بندد، کنون نرگس بپیوندد به هم مینا و سیم و زر. بیاراید درختی گل شود پیروز بختی گل، شود پیروزه تختی گل چو یاقوت کند افسر. براید بادی شبگیر ز نسرین و گلی خیری، جهان پیراهنی پیری ز تن بیرون کند یک سر.
سادگی و روانی و کاربستی فراوان از کلمه‌های ساخته و مرکب، ولی در نوبت خود زیبا و گوشنواز، از قبیل گلبن، گلستان، پرگوهر، پرانبر، غلغلستان، سنبلستان، دلبند، نیلگون، شبگیر و غیره از خصوصیت‌های شعر قطران تبریزی است. قابل قید است که بر اثر اختلافات بین غزنویان و سلجوقیان، بعض ادیبان و دانشمندان خراسان و ماوراء النهر از قبیل اسدی طوسی ترک یار و دیار کرده در آذربایجان سکونت اختیار کردند. ابو نصر علی ابن احمد اسدی طوسی 1005 1010 1074 از شاعران حماسه سرا، لغت نگاران کم نظیر و خطاطان ماهر این عهد به شمار می رود که با پادشاه نخجوان آذربایجان امیر عبدالدولف شیبانی و امیر ابو شجاع منوچهر شدادی مناسبتی دوستانه داشته است. او مؤلف داستان منظوم گرشاسب نامه می باشد که این داستان دارای خصوصیت‌های منظومه‌های حماسی پهلوانی بوده. در زمینه اثری نثری گرشاسب نامه ابوالمؤید بلخی تعریف شده است و تقریباً 10,000 بیت را در بر می گیرد. زبان انشای این منظومه دارای ویژگی هاست و دانشمندی معروف ذبیح الله صفا درباره خصوصیت‌های زبان این منظومه و قدرت بیانی مؤلف چنین اشاره دارد: قدرت او، یعنی اسدی طوسی امام علی رحمان، در وصف و در یک دست کردن کلمات و آوردن ترکیباتی منسجم و استوار و به کار بردن تشبیهات بسیار دقیق و ظریف از همه جای گرشاسب نامه آشکار است. تبحر اسدی در لغت باعث شد که مقداری کثیر از لغات مهجوری دری را در اشعار خود بگنجاند. برای نمونه چند بیت از گرشاسب نامه منظور می گردد: دو پرده در این گنبدی لازورد، ببندد همی گه سیه گاه زرد، دو گونه همی دم زند سال و ماه، یکی دم سپید و یکی دم سیاه، و دین هر دو دم کو برآرد همی، یکا یک دمی ما شمارد همی. اگر سالیان از هزاران فزون، در آن خرمی ها کنی گونگون، و باغی دو در ما ندر بینگری، کزین در درآیی وزان بگذری. اسدی طوسی در این منطقه همچنین فرهنگی معروفی خود لغت فارس را تعریف نمود که کهن‌ترین لغتنامه به زبان مادری ما بوده. مقصد از تعریف آن توضیح واژه‌های مشکل زبان دری در این مرز و بوم می باشد. اسدی طوسی درباره سبب تعریف کتاب در مقدمه کوتاه آن چنین می گوید:
دیدم شاعران را که فاضل بودند ولیکن لغات پارسی کم می دانستند و قطران شاعر کتابی کرد و آن لغتها بیشتر معروف بودند. پس فرزندم اردشیر ابن دیلمسپار ان نجمی الشاعر از من که ابو منصور علی ابن احمد اسدی طوسی هستم لغتنامه خواست، چنان که بر هر لغت گواهی بود از قول شاعر از شعرای پارسی. در این اقتباس مذکور به اندیشه ما 4 نکته مهم نهفته است. نکته اول این است که مقصد مؤلف از عباره لغات پارسی همان زبانی دریست که در عهد سامانی در ماوراء النهر و خراسان نهضت و شکوفایی یافت و چنان که گفتیم تدریجاً دامنه نفوذ آن از شرق به مرکز و غرب ایران گسترش پیدا کرد. دوم، اسدی طوسی می گوید که شاعران معاصر او در منطقه آذربایجان با وجود فاضل بودن لغات فارسی کم می دانند. این معنی آن را دارد که زبان مادری اکثر این شاعران فارسی نبوده بلکه لهجه آذری یا زبان دیگر است و این شاعران زبان فارسی را در مکتب و مدرسه و یا از کتاب و دیوانهای فارسی آموختند. ما در بالا در خصوص لهجه قدیمی آذری زبانهای ایرانی بودنی زبان این منطقه در مثال قطران تبریزی گفته گذاشتیم و گمان می کنیم اسدی در این گفته خود محض همان شاعرانی را که زبان مادری آنها لهجه آذری بود در نظر دارد. سیوم، از این اقتباس برمی آید که قطران تبریزی شاعر نیز لغتنامه در شرح واژگان و کلمه های دری تالیف کرده است که متاسفانه تا زمان ما نرسیده است. چهارم، لغتنامه با خواهش شاعر با نام اردشیر ابن دیلمسپار نجمی که به زبان و ادب تاجیکی فارسی محبتی زیاد داشته است تالیف گردیده است، ولی نام این اردشیر ابن دیلمسپار که اسدی او را همچنین شاعر نام برده است در یگان مأخذ یا تذکیره بعدی مشاهده نمی شود. در لغت فارس تقریباً 2300 کلمه و ترکیبات شرح و تفسیر گردیدند. زبان تعریف و طرز استفاده لغتنامه برای خواننده نهایت آسان است. لغتنامه با ترتیب الفبای عربی در آخر کلمه ها تهیه شده، نخست کلمه اصلی، سپس شرح آن و بعداً شاهد شعری آورده می شود. مثلا آسا دهانی در باشد، آن که دهان باز شود یا از کاهلی یا از آمدن خواب و مانند آن. بهرامی گفت چنان نمود به ما دوش ماهی نو دیدار، چو یاری من که کند گاهی خوابی خوش آسا. آسای دیگر مانند بود چنان که گوی شیر آسا و خور آسا و ترک آسا و مانند این. شهید گفت شود بدخواه چون روباه بددیل، چو شیر آسا
تو بخرامی به میدان. والا بزرگ بود به قدر و بلندی، چنان که رودکی گفت چو هامون دشمنانت پست بادا، چو گردون دوستان والا همه سال. بیور به زبان پهلوی 10,000 بود. فردوسی گوید کجا بیور از پهلوانی شمار، بود بر زبان دری 10,000. ورارود ماوراء النهر است. فردوسی گوید اگر پهلوانی ندانی زبان، ورارود را ماور النهر خوان. اکثری بیت‌ها و پاره‌های شعری که اسدی طوسی پس از توضیح کلمه‌ها شاهد آورده است و قلم شاعران عهد سامانی خراسان و ماوراء النهر استاد رودکی، شهید بلخی، ابوشکور بلخی، دقیقی، منجک ترمیزی، ابوالقاسم فردوسی، امیر آغاجی، لبیبی، کسایی مروزی، بهرامی، تیانی مرغزی، خسروانی و 3 شاعر عهد غزنوی، فرخی، انصوری و اسجدی تعلق دارند. شایسته ذکر است که یک قسمی نظررسی کلمه هایی در این لغتنامه توضیح یافته تا امروز در زبان تاجیکی استفاده می شوند. انگیشت، بالار، بنیاد، گردباد، کاخ، نژاد، آباد، آبکند، پست، تاراج، تندر، فرتوت، خارپوشت، چوست، آرنج، بندگاهی دست بود میانی ساید و بازو. لونج بیرونی روی باشد. کنج چون گوشه باشد در جای. سنگلاخ زمینی سنگستان بود. کیف کیف بود یعنی دوش. خسور پدری زن باشد. سپار گاو آهنگ که زمین شکافند و غیره. در لغتنامه کلمه های زیبایی هم موجود است که با گذشت عصرها از دایره استعمال بیرون ماندند. به اندیشه ما محققان ما را ضرور است که چنین کلمه ها را گردآوری نموده برای وابسته به روح دور و زمان به معنی مفهوم های نو کاربست نمودن آنها تدبیرهای مشخص اندیشند. مثلا کلمه های پیشکار و پیشیار که استاد رودکی در بیت زیر استفاده کرده است. بخت و دولت چو پیشکاری تو اند، نصرت و فتح پیشیاری تو باد. در لغت فارس نامهای زیادی شخصیت‌های تاریخی و اساطیری، نامهای جغرافی، نامی نباتات و حیوانات و غیره گرد آورده شدند. علاوه بر این مؤلف لغتنامه
خاصی این یا آن محل یا لهجه بودنی برخی از این کلمه ها را تأکید کرده است. از جمله در شرح کریمه پوشک می گوید که به زبان ماوراء النهر گربه بود. گفتن می باید که اکثری فرهنگ و لغتنامه های بعدی زبان ما با پیروی به لغت فارسی اسدی توسی به میان آمدند. اصول تهیه کتاب معتبری لغت زبان مادری ما فرهنگ زبان تاجیکی مسکو سال 1969 نیز تا جای به همین لغتنامه اساس یافته است. اسدی توسی همچنین از خطاطانی کم نظیر است و یکی از نسخه های کتاب داروشناسی الابنیه عن الحقایق الادویه موفقه روی که به زبان دری تعریف گردیده خوشبختانه تا زمان ما رسیده است، با خط زیبای اسدی توسی کتابت شده است. در آخرهای عصر 11 و ابتدای عصر 12 میلادی شاعران صاحب ذوق و صاحب سبک مثل مسعود سعدی سلمان، ابوالفرج رونی، سنایی و سید حسین غزنوی با سبک و اسلوب خاص به میدان ادبیات قدم نهادند که سبک و اسلوب آفرینش آنها در عصرهای بعدی مورد تقلید شاعران قرار گرفت. در همین ایام در شمال غربی ایران شاعران و سخنوران معروف و مثل قوامی گنجوی، خاقانی شیروانی و نظامی گنجوی به میدان آمدند که با سروده های خیش گنجینه پرغناوتی زبان و ادبی ما را باز هم غنی‌تر و ثروتمندتر نمودند. افضل الدین بدیل ابن علی ابن عثمانی حقایقی شیروانی وفاتش 1163 که به تخلص خاقانی و لقب حسان عجم مشهور است، در خانواده پدری ایرانی اصل و مادری رومی پا به عالم هستی نهاد. و تخلص شاعری خود را از نام خاقان منوچهر ابن شیروان شاه که سالها در حلقه درباریان او و پسرش قرار داشت گرفته است. خاقانی از بزرگترین قصیده سرایان ادبیات ما شناخته شده است. یکی از قصیده های او به توصیف مدائن در نزدیکی بغداد و تأسف از خرابه ها و ویرانه های این شهر بخشیده شده است، زیرا زمان این شهر پایتخت دولت های بزرگ و مقتدر ایرانی اشکانیان و ساسانیان بود. این قصیده از شاهکارهای زبان و ادب فارسی محسوب می شود و از موجودیت انگیزه شعوبیه و روحیه بلندی وطنخواهی در نهاد گوینده آن درک می دهد. هان ای دل عبرت بین، از دیده عبر کن هان، ایوان مدائن را آیینه عبرت دان. یک ره ز لب دجله منزل به مدائن کن، وز دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران. خود دجله چنان گرید
صد دیجله خونگویی که از گرمی خونابش آتش چکدش مژگان. گویی که نگون کردست ایوانی فلک وش را، حکمی فلکی گردان یا حکمی فلک گردان. مست است زمین زیرا خورد است بجایی می، در کاسی سری هرمز خونی دل نوشیروان. همچنین مرثیه های خاقانی که بر سوگ فرزند دلبندش سروده است، جانسوزترین مرثیه ها به زبان تاجیکی شناخته شده اند. سری تابوتی مرا باز گشایید همه، خود ببینید و به دشمن بینمایید همه. بر سری سبزه باغی رخی من کبک مثال زار نالید، که کبکانی سرایید همه. ای طبیبانی غلط گوی چی گویم که شما، نامبارک دم و ناساز دعایید همه. چنان که از پاره های شعری بالا و مشاهده می رسد، خاقانی علاوه بر فصاحت و رسایی بیان، در ساختن و کاربست و ایفاده کلمه های مرکب از قبیل عبرت بین، خوناب، فلک گردان یعنی گرداننده فلک خداوند، کبک مثال غلط گوی، نامبارک دم، ناساز دعا، دلنواز، بیمار نوازی، نوروز لقا، بیمار پرست، یا و سرا، کرامات فروش، جگر تشنه، تنگ حوصله، موج زن، وحشت فضا، نادل کشا، خونبها، ساکن نما، سبز جا، ظلمت فضا، حاجت روا، کدورت زدا، مهرازما، اسجادزا و غیره، مهارت و استادی کامل دارد. شما گفتار 58 را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، زبان ملت، هستی ملت، تحت عنوان به سوی پایندگی، در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمخول شنیدید. کارگردان شیرعلی نزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.